تنها کاری که ازت میخوام انجام بدی اینه که 5 دقیقه برای خودت وقت بذاری، یه گوشه بشینی، ویدیو رو پلی کنی و هر کاری که من انجام میدم انجام بدی. هر حرفی که من میزنم بزنی. اگه بین حرفهای من احساسی یا حرفی درون ذهنت با تکرار شد که فکر میکردی اونو دوست داری بگی، میتونی اونو با خودت تکرار کنی. اثر بخشی این روش به شدت علمی ثابت شده و مثبته. زخم‌ها و احساساتی که از دوران کودکی با ما موندن اومدن تا اینجا، هر کاری میکنیم پاکسازی نمیشن. شفای کودک درون رو انجام دادیم، کودک درون رو ملاقات کردیم، حالا نوبت اینه که برای اون شفا EFT بزنیم. این EFT بهت چی میده؟ زدن این EFT چه احساسی رو بهت میده؟ یکی ذهن و بدن تو از احساسات قدیمی که درونت وجود دارن و انرژی تو میخورن رها میکنه. احساسات مثل ترس از رد شدن، کافی نبودن، رها شدن، طرد شدن، دوست داشتنی نبودن، اینها رو از بدنت میاره بیرون. با تکرار این EFT ذهنت از حالت خطر میرسه به حالت امنیت. حالت امن بودن برای ذهنت یعنی که از درون آرومی، استرس رو تجربه نمی کنی، همش احساسات منفی به سراغت نمیان و حالت خیلی بهتره. پس اگه این EFT وقتی که زدیش حالتو بهتر کرد، هر روز بیا اینجا و اونو پلی کن و یه بار دیگه حرفها رو بگو، احساسات رو از درونت بریز بیرون. تکرار این تمرین اثر بخشیش به مراتب بیشتر از اینی که یک بار انجامش بدی و اونو دیگه کلا نادیده بگیری. پس لازمه حتما کانال منو سابسکرایب داشته باشی، زنگوله رو بزنی، چون EFT هر جلسه رو بعد از جلسه قرار میدم. میتونی جلسه رو که دیدی، نکته ها و چیزهایی که نیاز هست رو یاد گرفتی، تمرین ها رو تو زندگیت به کار بردی، هر روز بیای اون جلسه‌ای که خیلی برات اثر بخشتر بوده و تو زندگیت مربوط به تو و گذشته تو رو بیشتر ببینی و EFT مربوط به اون جلسه رو بارها و بارها و بارها برای خودت تکرار کنی. پس فقط کارهایی که من میکنم و انجام بده. چون جلسات اول هست، من ریتمو یه کوچولو توضیح میدم و انجام میدم. با نرمی انگشتای دست راستت به قسمت کاراتای دست چپت ضربه میزنی و این جمله هایی که من میگم و تکرار میکنی. چون میشنوی حتی میتونی چشاتو ببندی، فقط با من تکرار کنی. بعد از گفتن هر کلمه من چند ثانیه صبر میکنم تا وقت داشته باشی اونا رو برای خودت تکرار کنی. حتی با اینکه درونم هنوز زخمی از کودکی دارم، خودم رو عمیقاً دوست دارم. حتی با اینکه کودک درونم هنوز احساس ترس و بی‌ارزشی داره، من انتخاب میکنم که اونو با آغوش گرم بپذیرم و بهش حس امنیت بدم. حتی اگه هنوز بخشی از من خودش رو کافی نمیدونه، من انتخاب میکنم به خودم عشق بورزم، همینطوری که هستم. حالا میریم تو مرحله عبارت‌های رهاسازی این احساسات. هنوز یادم هست وقتی که احساس کردم دیده نمیشه. اون موقع فقط من یه بچه بودم که دنبال عشق و توجه بی قید و شرط بود. کسی نبود اون موقع منو درک کنه و من فکر میکردم ایراد از منه، نه کم توجهی اونا. از اون موقع تصمیم گرفتم که سکوت کنم تا خوب باشم، تا پذیرفته بشم. اما الان میدونم اون کودک تو بچگیش هیچ تقصیری نداشته. اون فقط عشق میخواسته و امن بودن میخواسته. من سالها این درد رو با خودم حمل کردم. اما الان دارم به خودم اجازه میدم که این دردها، این احساسات شفا پیدا کنه. میرسیم مرحله سوم، جملات جایگزین و شفا بخش. پس با من ضربه بزن و تکرار کن. من حالا اون بزرگسالی هستم که کودک درونم دنبال توجه و حمایت و امن بودنش بود. من به خودم اطمینان میدم که آدم امنی برای خودم هستم. من میتونم تمام احساسات خودم رو احساس کنم بدون حتی ذره قضاوت کردن خودم. عشق واقعی تو زندگی از درون خودم شروع میشه. من در حال بازسازی عزت نفسم هستم. من انتخاب میکنم خودم رو دوست داشته باشم، حتی با تمام زخم‌هایی که توی کودکی به من رسیده. من دیگه نیازی به کامل بودن ندارم. همینی که هستم و به شدت دوست دارم و میپذیرم.
من در صلح کامل با گذشتم هستم و الان در عشق با خودم به سر میبرم. اولا که این احساسی که وقتی که ضربه ها تموم شد درونت حس کردی رو خوشحال میشم برام اینجا بنویسی، بدونم چقدر اثر داشته یا چه احساسی رو درونت تونستم بیدار کنم. تمام زخم‌های دوران کودکی، تمام دردهایی که ما میکشیم برای اینه که یه درسی به ما بده. این که عشق و دوست داشتن از درون خودمون شروع میشه و تا اون درس رو ما نگیریم این اتفاقات هی تکرار میشه، اون حسا هی تکرار میشه تا یه جایی برسیم که رو آن سو کند، یعنی تو بچرخی خودتو ببینی، خودتو دوست داشته باشی. کودک درونت بعد از دیدارش بازم هنوز منتظر توه. با این EFT و تکرار کلماتی که بهت یاد دادم اونو تو آغوش بکش و برای همیشه از اون احساسهای بد، از اون احساسهایی که سالها روی دوشت و توی دلت سنگینی میکرده رها شو. اگه تمرین رو انجام دادی و واقعا احساس کردی یه چیزی توی دلت تغییر کرد، یه نرمی و آرامشی رو حس کردی، حتما کامنت بذار. من دارم کودک درونم رو شفا میدم. تا جلسه بعدی که با هم یه قدم دیگه در راستای شفا دادن انرژی های درونمون با هم دیگه برمیداریم. دوستتون دارم. خدا نگهدار.